کوچیک‌تره. پدرت کی فوت کرد؟ در 39 سالگی سال 69 زمان زلزله رودبار. چند سالت بود؟ 11 سال. عزیزم. آره چیز دیگه کارا رو که داشتیم می‌کردیم. بعد زمان زلزله رودبار یعنی چی؟ چی؟ زمان زلزله رودبار یعنی چی؟ ببین میدونی چرا؟ چون من همیشه میگم در زلزله رودبار همه فکر میکنن زیر آوار کشته شده. خب ولی اینطوری نبود. بابا راجب مرگ پدرت چرا باید سعی کنم گریه تو رو در بیار؟ بفرمایید. خدا رحمتشون کنه. خدا بیامرزه. آخه تو میخوای من زشته بخندم. خب بگو. نه بابا روح اونم شاد بود. روحش شاد داره. آدم شوخی بود. ببین واقعیت ببخشید تقصیر توه ها. ببین دوباره پوف نکن بتونم بگم سخت بهت نگاه نمی‌کنم. ببین نه بگو راحت. ببین توی اون شبی که زلزله رودبار اتفاق افتاد خب ما رشت زندگی می‌کردیم و خونه ما شروع کردیم چرا میخندی؟ تو میخندی. آقا بیا تعریف کن. این مامانم تیکه پارت میکنه. تو رو تیکه پارت کنه من چی کار داره؟ من دارم احترام میذارم به خنده تو. چه احترام نذار بابا پدرته. بگو. ما رشت بودیم بعد زلزله شدیدی اومد و خونه دقیقاً این گهواره ها داشت تکون میخورد. بابای من دوید بره یه عارضه قلبی داشت دوید بالا. مامانم و بچه‌ها بورژین که کوچولو بود و اینا رو آورد پایین و بعدش اومدن تو حیاط و رسیدیم بیرون. در واقع اون عارضه قلبی کار دستش داد قلبش گرفت بردنش بیمارستان. ولی چون زخمی می آوردن از رو تخت بلندش کردن. گفتن آقا شما که چیزی رشیدی و بلند چی درشت و سر پا و اینا بود دیگه. بهش گفتن آقا شما بیا برو کنار درخت ما زخمی اومده برامون. پا میشه میره کنار درخت چیز چه میگن پس لرزه‌ای که میاد و اینا سکته دوا یه بار سکته کرده بوده سر پا رفته بوده بیمارستان. اون سکته دومو دیگه بعدش دیگه الان چیزی به این تلخی رو چرا میخندیدی؟ حالا چون تو زلزله نبوده با صدای زلزله بوده. مردم اینجوری تصور میکردن. من میگفتن کی مرده؟ میگفتم زلزله رودبار. فکر میکردن زیر آوار مرده ولی این اتفاق نیفتاده بوده. باید بگم دروغگو نشم. مشکلم این بود. خب با خندت چی بود؟ منم میخندم. خیلی تلخ بود لامصب. خب نباید تلخی رو تلخ تعریف کرد. نمیخوایم اشک مردم رو در بیاریم که نیستی. چند سالش بود؟ 39 سال. بدتر درد داره نداره. خب بعد اینجوری بگم که آدم‌ها ناراحت نشن دیگه.